سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا پروژه فرنچ فرایز آفتاب اردبیل هست. بحث زیرسازی و بسترسازی سالن کارخانجات رو داریم. اینجا کفی که می‌بینید کف زمین کشاورزی هست. علف چینی انجام شده و با توجه به اینکه کف زمین از مقاومت خوبی برخوردار بود، دیگه نیاز به خاک برداری نداشت. با اینکه ارتفاع ما از سطح جاده و خود جاده ایمون نزدیک 80 سانت پایین تر بود، اومدیم با مسئله راهسازی به وسیله مخروط مناسب کوهی و به وسیله غلطک انشاءالله کمپکت خواهیم کرد تا به اون تراکم مورد نیاز برسیم. یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش هزینه و به دست آوردن استحکام کافی همین بحث زیرسازی با مخروط کوهی هستش. برای پروژه هاتون پارسولا رو فراموش نکنید. در خدمتتون هستم.